پارک دوبل. رانندگان وسایل نقلیه باید در سمت راست و محلهای مجاز اقدام به پارک اتومبیل نمایند. متداول ترین نوع پارک کردن در شهرها پارک دوبل است که در ادامه به تشریح آن می‌پردازیم. راهنمای سمت راست را روشن کرده به فاصله 50 سانتی متر از اتومبیل پارک شده و یک مقدار جلوتر از آن توقف کنید. پشت سر را کنترل کرده و شروع به حرکت نمایید. به محض مشاهده انتهای اتومبیل پارک شده از شیشه درب عقب، فرمان را کاملاً به سمت راست بچرخانید. وقتی از وسط شیشه درب جلوی سمت راست عقب اتومبیل پارک شده را مشاهده کردید، فرمان را کاملاً به سمت چپ چرخانده و همزمان شروع به حرکت به عقب نمایید. فرمان را به حالت مستقیم برگردانید و در وسط محل پارک قرار بگیرید. دقت نمایید. فاصله مناسب 1 متر از جلو، 1 متر از عقب و 45 سانتی متر از جدول می باشد.